یخچال گرایی بیماری روانی و مزمن. این عارضه نوعی از آلزایمر است. یعنی 20 دقیقه دم در یخچال بوده تا پیها خالونش هم نگاه کرده هیچ هم آیدش نشده. یه رو بعد اینهو کوالا چسبیده به یخچال دوباره. انگار تو این یه رو معجزه شده یخچال واسش زاییده. حالا اخیراً کابینت هم که اضافه شده. یعنی یخچال ناامید میشه می کابینت ها رو وا میکنه، همه رو وا میکنه. چون مادرها انقدر حرفه‌ای خوراکی‌ها رو مخفی میکنن، قاچاقچی و کوکائین نمیتونه اینقدر قشنگ جاساز کنه. میدونی چیه؟ مشکل اینجاست که آقا تو ایران اصلا تو یخچالاشون چیزی نیست. اون مال توی فیلم‌ها و تبلیغاتی که یخچالا تا خرتناک پر خوراکی خوشمزه است. بله در عالم واقع در یخچال خونه رو وا می‌کنی، جا میوه میکشی بیرون، عوض میوه پر بادمجونه. اون وقت تو جا تخم مرغ هم عوض تخم مرغ پر قرص و شربت و شیاه. اینم شد زندگی لهتر از این نمیشه.